شرکت ایران یک شرکت با تجربه‌ای هست. این خط رو هم اهمیتش از دو بود. یکی که به لحاظ اقتصادی عرض کردن زمان برای ما خیلی مهم هست که هر چیز زودتر تو این خط رو به بهره برداری برسونیم و در زمان کوتاهی خط اجرا بشه. نکته بعدی این هستش که این خط در مسیر خودش از تقاطع‌ها، جاده‌ها و خطوط لوله‌ای زیادی باید عبور بکنه و تجربه شرکت‌هایی که می‌خوان این کار رو انجام بدن برای ما خیلی مهم بود که کار رو به یک شرکت